عرض سلام و احترام خدمت همراهان عزیز، زیباجویان گرامی. دکتر عزت الله رضایی هستم، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اعمال جراحی که در خدمت عزیزان هستیم شامل رینوپلاستی یا عمل جراحی بینی، بلفاروپلاستی یا عمل جراحی پلک، فیس لیفت یا همون لیفت صورت، لیفت پیشونی، شامل لیفت شقیقه ها و لیفت ابرو. در تن شامل اعمال جراحی زیبایی پستان، شامل پروتز، ماموپلاستی و ماستوپکسی و بازسازی های پستان بعد از اعمال جراحی ماستکتومی به دنبال کنسر. در ناحیه شکم شامل لیپوساکشن، آبدومینوپلاستی و تزریق در ناحیه باسن. مرکز جراحی کسری